روز از رادیو همراه. به گزارش خبرگزاری‌های آمریکا، ظاهراً گمانه‌زنی‌ها و شایعات درباره وخامت حال هیلاری کلینتون پایه و اساسی نداشتند. این نامزد حزب دموکرات برای انتخابات ریاست جمهوری آمریکا دیروز با حضور در کارولینای شمالی به تمامی این شایعات پایان داد. او در نخستین حضور انتخاباتیش پس از بیماری با ترانه حال من خوب است از جیمز براون به روی صحنه رفت و گفت